همونطور که اینجا یه فلش هم زده شده، افزودنی‌های غذایی برای رنگ و طعم و بو و شیرین کننده و غیره و پروسسینگ اید عوامل کمک در واقع فراوری یا کمک کننده در فراوری و عمل‌آوری مثل بیکینگ پودر یا ترکیباتی که ما در مواد غذایی استفاده می‌کنیم و با استفاده کردن از این عوامل به عبارتی ماده غذایی ما به نحو مطلوب‌تری مثلا آماده میشه. کیک مثلا باد میکنه یا حالت پف کردگی خواهد داشت. خیلی از اون پروسسینگ اید هستن وگرنه خودشون به تنهایی در تعریف غذا به عنوان خود غذا نیستن. بیکری پاودرها مثلا جزء همین مواردی که الان نام بردیم هستن و خیلی از عوامل دیگه شبیه اینها هم در غذا هستن. خب پس مجموعه اینا میشن چمیکال، همون چمیکال رزیدوها که در فود باقی میمونن، مواد شیمیایی که در مواد غذایی میتونن وجود داشته باشن. حالا اینجا تعریف اگر بخوایم بکنیم، من یه تعریف اولیه هم رو اسلاید کردم. تعریف باقی مانده‌های شیمیایی هستش که در واقع آنها موادی هستن که ذخیره میشن یا قرار میگیرن و ذخیره میشن در سلول‌ها، در بافت، در ارگان‌های خوراکی، برای مثال در شیر و گوشت و میوه یا در حیوانات یا محصولات فرآوری حیوانات یا گیاهان که جزء اصل خود ماده غذایی نیستن و متعاقب درمان یا کنترل عارضه بیماری یا یک آفت در گیاه یا حیوان استفاده شدن و اینها به صورت باقی مونده میان که طبیعتا اینجا فید ادیتیو ها هم همون افزودنی‌هایی که در خوراک دام هم هستن رو در بر میگیره. حالا در رابطه با اصطلاحی داریم تحت عنوان GPVD که همون برمیگرده به veterinary drugs good practice in use of veterinary drugs. همون good practice هست یا تحت عنوان good veterinary practice GVP هم بهش میگن این مسئله رو، که عملیات دامپزشکی خوب هستش که همون ویترال پریود رو رعایت بکنیم و از مصرف خودسرانه دارو جلوگیری کنیم، دارو در دسترس افراد غیر متخصص نباشه و با دوز مناسب استفاده بشه و مسئولیت‌های این زمینه از نظر سیفتی مورد توجه جدی قرار بگیره. برای همین هم گفته شده که به صورت رسمی تاکید شده که مصرف باید به صورت مجاز و با رعایت مدت زمان منع مصرف و طبق منابع در واقع مجاز و تایید شده برای داروهای دامی و تحت نظارت استفاده بشه و کدهای بین‌المللی برای عملکرد کنترلی محصولات دارویی هم مورد توجه قرار بگیره که چه دارویی چه مدت زمان منع مصرفی داره. خب حالا اینجا اصطلاحی دیگه میاد به نام MRLVD. البته ما MRL رو گفته بودیم، حالا باز اینجا veterinary drugs هم هستش، ماکسیموم حد باقی مانده از داروهای دامی. این خیلی از اهمیته که بیان میکنه مقدار غلظت ماکسیموم از باقی مانده یک داروی دامی است بر حسب میلی گرم پر کیلوگرم یا میکروگرم پر کیلوگرم از وزن تازه اون ماده یا گوشت یا حالا شیر یا هر چیزی که هست که توصیه شده توسط سازمان کودکس غذایی، کمیسیون کودکس غذایی و به صورت قانونی اجازه داده میشه که قابل قبول باشه در ماده غذایی. خب MRL ها به عبارتی خیلی ساده بخوایم و کلی بگیم، ماکسیمم رزیدوال لیمیت ما در هر چیزی، سم باشه، هورمون باشه، فلزات سنگین باشه، یه حد مجازی رو داریم. به این معنی نیستش که خیلی هم موارد حتما باید صفر باشن. یه حدی رو ما قابل قبول می‌دونیم، قابلیت اغماض داره به شرطی که بیشتر از اون نباشه. این MRL باید در حدی باشه که از بروز عارضه در مصرف کننده در حدی که روزانه از اون استفاده میکنه یا در معرض اون قرار میگیره مشکلی رو ایجاد نکنه و این میشه ماکسیموم باقی مانده قابل مجاز در هر دارو یا هر ترکیب یا ویژگی که مد نظر ما هستش. خب حالا باز کاملتر صحبت میکنیم در مورد MRL ها، چون چند تا اسلاید هم جلوتر من گذاشتم در همین زمینه توضیح بدم خدمتتون. چون حالا اینجا یه پرانتز کوچیک بگم، این که مثلا ما بیایم یک جا بگیم که آقا ما 100 تا نمونه شیر کار کردیم، فرض کنید از این 100 تا یا نمونه گوشت کار کردیم
از این 100 تا مثلا 50 تاش یا 70 تاش یا اصلا عین 100 تاش نمونه گوشت طیور دارای آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین بودن. پس این گوشت‌ها خیلی مشکل دارن. ما اصلا عملا نه، این گونه نیست، چون در حد یک مقداری که قابل قبول رو ما میپذیریم و این حالا پذیرش هم این حد از کجا آمده باید صحبت بکنیم که MRL رو چگونه تعیین میکنن. باید در حدی باشه که acceptable daily intake، یعنی میزان حد روزانه مصرفی چقدر از اون دارو وارد بدن مصرف کننده میشه، عوارض داره براش نه، در حدی باشه که عوارض نداشته باشه و بشه گارانتی داد و اون وقت میان یک MRL رو تعیین میکنن. بعد جالبتر اینه که این MRL بین کشورهای مختلف هم باز تفاوت میکنه که دلایلش حالا باید صحبت کنیم. در ادامه گفتم اینو به عنوان علامت سوال اینجا تیترش رو بگم که بعد بتونم کاملتر صحبت کنم. خب مارکر رزیدو چیه؟ باقی مانده مارکر یعنی یک علامتی میذاره دیگه که در واقع بعد مثالی بزنیم که باقی مانده در کجاست، یک جای هدف داره. ببینید ذکر شده که substance that is or is representative of the residue of مثلا toxicological cancer in the target tissue and or milk array، یعنی اینکه اون یک باقی مانده ما در یک جایی به عنوان هدفی، یه موقع میره تو کبد جمع میشه، یه موقع میره تو تخم مرغ جمع میشه، یه موقع تو شیر هست، تارگتش اونجاست و ما مارکرمون رو اونجا میخوایم ردیابی کنیم. اگر میدونیم این در شیر دفع میشه میریم شیر رو آزمایش میکنیم، اگه میدونیم تو کبد قرار میگیره میریم کبد رو آزمایش میکنیم که هدف بستگی به نوع دارو و نوع شکل دارو و ویژگی‌هاش متفاوته دیگه. و ذکر شده این مسئله بسیار مهمه چون که این ماده تعیین میکنه که روش کنترلی ما به چه صورت باید باشه و روالهای اجراییمون برای MRL‌ها و توسط دولت‌ها و یا در صنعت به چه صورت باشه. پس ما باید مارکرها رو بشناسیم و بیایم پیگیری کنیم که همونطور که اشاره کردیم الان تارگت تیشون هم مشخصه، یه موقع عضله است، یه موقع چربیه، یه موقع کبد کلیه است. توصیه میشه از همونجا مورد آنالیز قرار بگیره و روال اجرایی و کارهای اجرایی در این زمینه صورت بگیره که بتونیم این رو به حداقل برسونیم. خب در اینجا تیشویی که گفته میشه edible animal tissue including muscle and byproduct هستش، گوشت و byproduct مثلا جگر رو میشه نام برد، کلیه رو، قلب رو میشه نام برد.